دوستان ببینید باینیگون که کردیم یه همچین سرتیفیکاتی بهمون میده اورجینال همیشه برای زمان جایی که میخواین بارگیری یا همون ابزنده و کپیش هم این کپیش بود. ابزنده رو من دادم اینجا بارگیری کردم، اجازه فیلمبرداری نداشتم و این کپیش نگه میداریم برای الفنگا یا همون گیرنده. و بچه یک فرق بقیف یا CMR هم باید بنویسی یا همون برنامه خودمون که حالا بستگی داره به این که معمولا شرکت ها میگن اینا برای خودشون داستان دارن که یه جورایی سیاسفید بازی دارن، این فقط کار مال مثلا اینطوری نیست که بعضی ها میگن نه آلمانیا. میوه جمع کرده بودم یارو کامنت این کار مال آلمانیا بد میدونن و برای حیوانات. یکی دیگه مثلا دستگاه مال پارک شاین گفته بودم آقا انگشتتون نگه میداری یا چند بار دکمه سبز میزنی یه 15 دقیقه بهت میده، کاری که خود سیستم داره. نه این کار دزدیه و همچین داستانایی هم داریم. کمربندم باید ببندم، البته الان باید اینجا پیاده بشم برای اون دوربین دارم چیز میکنم که بذاریم اجازه بده. بچه‌ها ویدیو اوله دیگه، حالا شاید حرفه‌ای نباشه ولی خب صادقانه همینی که از اینطوریه دیگه. و اینجا میریم بالای این حالت به این میگن زیشاهایتس گورتل که یه حالتی مثل کمربندیه، مثل بالای بعضی از شرکت ها حالا یا اتفاقی افتاده، مثلا کسی افتاده خسارت داده این شرکت یا نمیدونم مشکلی پیش اومده، بعضی از شرکت ها اجباریه. بعد این در صورتی که حالا من به خودم جایی که نباشه اصلا نیاز به این ندارم. خب اصلا اون گلنده همون نردبون مال آفلیگا رو باز میکنی، زیشا هستی و من نمیدونم کی بوده افتاده و چی شده که یه سری جا همین شرکت دقیقاً فکر میکنم 2 سال پیش بود بیاسف آنتورپن و میگم یه سری چیزا رو من از این کار خیلی بدم میاد. حالا بعضیا براشون طبیعیه، من مورد بوده یارو با لباس کار کمپلت صبح تا شب همینجور اصلا در نمیاره، ولی من بدترین چیزی که از این کار بدم میاد لباس کاره. این بار مثل دیگه این حالت بعدیش حداقل چیزی حالا یه دونه مثلا نسبتا خداییش تمیزه، یعنی نمیدونم اینم بعضیا چرا اینقدر روغنی و کثیف تنشون میکنن با همین میان توی تخت خوابشون حرف اضافه و زیاد توضیح دادم و نمیدونم خدایی چی میخواستم بگم. مال این CMR و فرق بقیف بود. بذارید من یه توضیح بدم، البته طولانی میشه. بعد شرکت مثلا به شما میگه که آقا من اینجا توی بلژیک بارگیری کردم، ولی میگه تو نزن برای گیرنده، اینا بین خودشون انگار کسی از اینجا خریده دیگه این بار نمیره به هامبورگ، بعد از هامبورگ بره به دورماگن. اینا این حالا میگم پشت پرده یه سری چیزایی که بعضی از راننده‌ها نمی‌کنن و مشکل دارن و نمیدونم. واقعیتش اینه که البته که من کسی هم سوال کردم گفت نه دیگه حالا گردن خود شرکته و تو میتونی 2 تا CMR یا فرق بقیف بنویسی، یه دونه واقعی که شما داری اینجا بارگیری میکنی برای اون مقصدی که میخوای بری، ولی میگه زمانی که رسیدی به مشتری شما دیگه اونو نده، بزن که آقا شما توی هامبورگ بارگیری کردی و همه چیزای دیگه شو مشخصات نمیدونم زمان و تایم و نمیدونم اسم پروداکت و کلاسه اینا همه‌شو باید درست بنویسی. فقط جایی که بارگیری کردی مثلا میگه آقا این مدارکی مال اینجا رو شما نده که اون مشتری که داره میگیره فردا اون خودش نیاد از اینجا بگیره. و عرضم حضور شما که من الان یه در داره خودش امروز یه نزدیک 20 دقیقه از وقتم آخر هفتم هستش و به عشق خودتون به عنوانی که یک چند تا از بچه‌ها خیلی دوست داشتن که حتما کانال یوتیوب رو بذارم و فعلا دارم با گوشی با دوربینم که حالا بعداً باز نشون دادم بچه‌تون اینستا پیج میدونن. اگر از غیر از اینستا دارین نگاه میکنین که داستانی که خداییش یوتیوب درسته که واقعیتش هم میگه آقا درآمد داره، چرا که نه، و ولی زحمت هم داره از این ور بعد. یعنی 2 تا مسیر رو من نمیتونم یا اینستا رو کامل برم جلو و یوتیوب هم برم بخوام اینم برم جلو. ولی یوتیوب برای من زمانی خوب میشه که مثلا یا یه نفر کمکم باشه یا اینکه از 1000 نفر سابسکرایب بره بالا و این قابلیت لایو رو داشته باشه دیگه. حالا من همینطور که مثلا حالا جاده دارم میرم کار میکنم هرچی هستش لایو بذارم بدون ادیت با دردسر کمتر و همینی که هستش حالا یه سری دوستان خوب ببینن و
امیدوارم که مفید واقع شده باشه. بدرود تا بعد. الان باید برم بالا، 6 تا پلم بهم دادن، پلمبا رو ببندم، اینو وصل بکنم، لباسامو عوض بکنم، بشینم و بلژیک به سمت خونه 240 کیلومتر و امروز ساعت 7 بعد از ظهر میرم خونه تا دوشنبه مثلا نوبت دکتر دارم. ترمین دکتر از هفته قبل میگی شرکت برات اون نوبت دکتر مثلا هماهنگ میکنه که مثلا دیرتر بارو خالی بکنم. شنبه حالا من 8 نوبت دکتر دارم تا برم شرکت، میشه 10 11. اگر حالم خوب باشه ادامه میدم، اگرم حالم خوب نباشه شاید هفته دیگه خورده خستم، نه مرخصی هم دارم و ببینیم چی میشه. خدا بزرگ.